توی این پست میخوایم با هم شوید خالی یک غذای معروف غرب گیلانی درست کنیم. من برای این غذا خروس محلی گرفتم از گوشت خاص. مرغ و خروس و سایر پرنده ها رو به صورت محلی پرورش میدن و خیلی تمیز و سالم در اختیارتون میذارن. بعد از اینکه خروس یا مرغ رو کامل سرخ کردیم، پیاز نگینی، سیر رنده شده، سیب زمینی نگینی، نمک، فلفل و زردچوبه، یک قاشق رب گوجه و یک قاشق رب آلوچه رو با 2 قاشق شوید خشک خوب سرخ میکنیم تا به یه همچین ترکیبی برسیم. این ترکیب رو همراه با خروس یا مرغ سرخ شده با 2 لیوان آب جوش و مقداری آلوچه ترش تازه میریزیم داخل قابلمه. وقتی به قلقل افتاد حرارت رو کم میکنیم و بهش زمان میدیم تا غذا خوب جا بیفته. وقتی حس کردیم مرغ یا خروسمون خوب مغز پخت شده و غذا هم روغن انداخته و جا افتاده، تخم مرغ زده شده رو بهش اضافه میکنیم. تمام، شوید خالی آماده است.